امروز 2 اپریل است و من شالوی گلخوجه شما را از مرکز خبری رادیو آزادی همراهی میکنم و همه شما را بعد از 2.5 ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی منتظریم. پیوندون عبدالرسول نظرов جوانمرد 39 ساله که بعد یک روزی بازداشت در ملیساخانه جسدش را گفتند آمده بگیرید اعتراض دارند و دادستانی گفته است که این قضیه را به بررسی گرفته است. نه به تو و نه به من منع پروازهای بین تاجیکستان و روسیه هنوزم ادامه دارد و مذاکرات قریب الوقوع مقامات دو کشور تا کجا میتواند به این ماجرا نقطه گذارد. پول در کار نیست، کورت بیار. از این روز اعتباراً در نقلیات مسافربری دوشنبه راهگیرا را طریق کورت پرداخت میکنند و آیا تا کجا در دوشنبه برای خریداری کورت برای مردم شرایط فراهم شده است و خود مردم در این باره چی میگویند؟ شبکه‌های اجتماعی میتوانند نه تنها میدان بحث و هرزگویی باشد بلکه در صورت ترغیب مال و محصولات میتواند برای شما فایده بیارد. اما برای چی تاکنون صاحبکاران تاجیک برای ترغیب مال و محصولات خود به اصطلاح از اصول بابایی کار میگیرند؟ اگر میخواهید از این بابت ویزای آمریکا را به دست بیارید باید در خاطر داشته باشید که شاید هویت شما در شبکه‌های اجتماعی، در ایمیل ها و همچنین استفاده رقم های تلفنی در 5 سال آخر از شما طلب کرده شود. این از خبرگزاری‌های مهم ما در برنامه امروز و همچنین خبرگزاری‌های زیاد هم داریم که بعد از 2.5 ساعت دیگر همه شما را در برنامه خبری رادیو آزادی منتظریم. به خبر نمانید.